شبتون بخیر. دیبیت امشب ما اختصاص داره به کسانی که خارج از این سرزمین کردوار هستند، یعنی در کشورهای اروپایی و آمریکایی و استرالیا ساکن هستند. تبعات و اتفاقاتی که ما به واسطه اتفاق کرونا خواهیم دید ما رو وادار میکنه که تمهیدات خودمون رو در صورت رخ دادن بحرانهای بزرگ برای مردمانی که هیچ دفاعی ندارند، هیچ سازماندهی نشدند، پراکنده هستند و سالها در نفاق و تفرقه زندگی کردند، باعث میشه که قدمی در این راه برداشته بشه تا جلو فاجعه بزرگ گرفته بشه. ببینید، من قبل از اینکه خود مبحث رو بازتر بکنم به این مورد اشاره بکنم که شما شاهدید در ایتالیا دولت ایتالیا اعلام کرده که از پس بیماران کرونایی بر نمیاد و همین خاطر اولویت بندی میکنه که کی زنده بماند و کی بمیرد. و همین خاطر کسانی که بیشتر از 65 سال سنشونه در اولویت درمانی نیستن و اینها بایستی بمیرند. و همچنین شما شاهدید مثلا پزشکی اسپانیایی امروز میاد در شبکه مجازی و شبکه اجتماعی تصویرش پخش میشه که میگه من بسیار متاسف و متأثرم از این که بیمارانی 65 ساله ما مجبوریم دستگاه تنفس مصنوعی و اکسیژن رو از اینها جدا بکنیم تا به جوانهایی که مبتلا شدند بدیم و به خاطر اینکه زجر نکشن بهشون ماده بیهوشی تزریق میکنیم. ببینید، آنچه که شما دارید میبینید خبر از داستانی میده که ماها به صورت پدیده مثبت طی سالهای گذشته توسط تریبونهای مختلف، چه به نام نخبگان، چه به نام تحصیل کردگان دانشگاهی، متخصصین امور مختلف اجتماعی، سیاسی، چه به نام اپوزیسیون، این نوع منش و خو و رفتار رو، این نوع نگاه رو به مردمان سرزمین ما تزریق می‌کردن. کما اینکه این نوع زندگی در کشورهای غربی سال هاست که جزء لایف استایل و بدیهیات مردم است. خب سوال که اینجا پیش میاد اینه: پزشک اسپانیایی که اسپانیایی 65 ساله رو مجال زیستن رو ازش میگیره، میکشتش عملا. این کشتنه دیگه. شما دستگاه اکسیژن رو از طرف جدا میکنی، بهش بیهوشی تزریق میکنی تا بمیره. اگر این پزشک اسپانیایی در مواجهه با یک خارجی 20 ساله 18 ساله قرار بگیره، حق حیات رو به اسپانیایی 65 ساله بایستی بده که هموطنشه، یا بایستی به خارجی 18-17 ساله بده؟ طبیعتاً بایستی به هموطن خودش بده، طبق همان نظریه فلسفی که دارن. لذا شما در همین کادر درمانی که دارید میبینید، در همین سیستم درمانی اروپا، در صورت شیوع همگیری که اینها سعی میکنن دوره های شیوع رو کنترل بکنن تا جلوی فوبیا رو بگیرند، تا بتوانند مرگ رو پنهان بکنند، تا بتوانند بر شرایط فائق بیان و شیرازه سیستمشون از دستشون خارج نشه. اگر شما به جهان بحرانی که به واسطه کرونا
ساخته شده نگاه کنید، اون وقت به یک سری چیزها پی میبرید. زیر پوست جوامع کشورهای غربی نفرت، له شدگی، بی پرنسیپی، بی اخلاقی، خودپرستی، نارسیسیزم بیداد میکنه. شهروندان جوامع غربی، اروپای غربی، آمریکا فکر میکردن در اتلانتیس هستن، فکر میکردن در آن یوتوپیا هستن، فکر میکردن هیچ چیزی بالاتر و بزرگتر از اینها نیست و این رو با تماشا کردن به فلاکت ما بقیه جهانیان برآورد میکردن. بشر غربی امروز ایدئال ندارد، آرمان ندارد. بشر غربی امروز پول، لذت، سکس، انترتینمنت رو میشناسه و به عنوان غایت خودش تعریف کرده. انسان‌هایی که هیچ پیوندهای اجتماعی با هم ندارند، فامیلی ندارند، پدر و مادر ندارند، روابط عاطفی فشرده ندارند، از تنهایی و از عزلت دیتینگ سایت هایی درست شده که شما میبینید سر به میلیون ها و تجارت میلیاردی میزنه از عزلت و تنهایی زنان و مردان جوامع غربی که تحت نام پیشرفت و پست مدرنیته و انقلاب جنسی به این وضعیت رسیدن که دارید میبینید. در صورتی که مردمان جوامع قانون محور غرب، قانون مصنوعی ساخته دست کورپوریشن ها، احساس بکنن این کورپوریشن هایی که خود را خدا معرفی میکردن، اقتصاد بزرگ دنیا معرفی میکردن، از این مردم بهره کشی میکردن و مالیات های سنگین میگرفتن، ناگهان در مقابل 30,000 مبتلا به کرونا کلاپس میکنه سیستمشون، ضعفاشون آشکار میشه، دخالت هایی که در نظم طبیعی اجتماعی کردند آشکار میشه. ماها اومدیم ابزار رو مبنای تمدن جوامع قرار دادیم. فکر کردیم طرف F-35 درست میکنه، سمارت فون درست میکنه، از ما متمدن تره و درک درستری از جهان داره. اما اون نگاهی که او داشت، نگاهی سلطه‌گرانه، استثمارگرانه بود که در فلسفه اخلاق یوتیلیتریانی و فایده‌گرایی متبلور میشد. بیشترین لذت برای بیشترین جمعیت. به این میگن خوشبختی، به این میگن سعادت. این است غایتی که کشورهای غربی تبلیغ میکردن. در صورتی که این وضعیت ادامه پیدا بکنه، در صورتی که کشورهای غربی دچار بحرانهای دوران کرونا بشن، ببینید خودشون اشاره میکنن این اپیدمی قابل درمان نیست و بایستی همه بگیرند، 80% 70% جامعه آلوده به این ویروس بشه تا اونهایی که میمیرند غربال بشن، اونهایی که میمانند بمانند و در مقابل بیماری بتوانند و ویروس بتوانند مسموم بشوند. آنچه که هست اینها با این قرنطینه کردن نمیخواهند یهو 80% جامعه دوچار بشه، چون اون وقت دیگه غیر قابل کنترله، امکان نداره بشه کنترلش کرد. تو ناگهان جامعه بریتانیای 80 خورده میلیونی یا آمریکای 400 میلیونی یا اتحادیه اروپا یهو 80% گرفتار کرونا بشه، یهو 2 تا 3% بمیره. این حجم از جنازه که شما میبینید سر به میلیون ها میزنه و این اون گذار رو و اون کلاپس و اون فیک بودن، پوشالی بودن کورپوریشن های به نام دولت های اینها رو ثابت میکنه. حالا تو مردمانی ساختی بدون اخلاق، بر پایه قانون و گفتی اینها رو با پلیس و CCTV کنترل میکنن.
مضاف بر این که این کرونا تو باید ماسک هم بزنی، دستکش هم بزنی. شما تصور بکنید اوضاع به همچنین پیش بره، مردم مستعسل بشن، مردم کشورهای اروپایی. ناگهان 2007 بریتانیا رو من بیادتون میارم، جرقه‌ای که پس از کشتن یک پسر سیاه پوست در لندن اتفاق افتاد و اسمش رو گذاشتن شورش پابرهنگان. کسانی که فقط برای غارتگری آمده بودن تا ثابت بکنن آقای تماس هابز راست میگه، انسان گرگ انسان است و یک حکومت مطلقه و ابسولوت پاوری که بتواند اینها را کنترل بکند واجب است. ببینید اینها دشمن رو نه حکومت، نه ساختار، نه سیستم میدانند، بلکه اگر احساس بکنن حاکمیت نمیتواند با سیستم سرکوبش کنترلشون بکنه، دزدی حتما خواهند کرد، غارت حتما خواهند کرد، تجاوز حتما خواهند کرد، خارجی ها رو حتما زنده میسوزونند، حتما میکشند. ببینید بر همگان واجب است این تهدید رو مد نظر داشته باشن. ببینید شما وقتی از دولت ها توقع داری که اینها پیش بینی کرده باشن حوادث غیر مترقبه مثل سیل و باران و بیماری های همه‌گیر و تهدید دشمن خارجی، بعد تو میبینی کشوری مثل سوئیس بی‌طرف در جنگ ها اما ارتش داره، بودجه میلیاردی مصرف میکنه صرفا به خاطر اینکه تهدید جنگ موجود هست در این دنیا. ببینید ما امیدواریم این شرایط به جایی نرسه که ما مجبور بشیم در جایی که غریب هستیم، در جایی که خارجی هستیم، در جایی که هیچ پروتکشنی نداریم، در جایی که هیچ هسته های و کمیونیتی های منسجمی نیست که بشه به اونها پشت بست، ما را به این مسیر سوق میده که خودمان برای خودمان کاری بکنیم تا بتوانیم در این روزگاران سخت رو پشت سر بگذاریم. کرونا خودش مهم نیست، داستان کرونا مشخصه و آنچه که هراس‌انگیزتره شرایطیه که کرونا ایجاد میکنه، جهانی است که کرونا داره درست میکنه و مسیری است که داره از دست اینها خارج میشه. شما به وضوح دستپاچگی این کورپوریشن ها رو در مقابل این مسئله میبینید. همین غربی هایی که ادعا میکردند یا شماها فکر میکردید یا براشون تبلیغ میکردید که در اوج سیویلایزد بودن هستند، شما ثابت شد در یک کیوس کوچک، در یک فوبیایی به نام کرونا، اینها سر دستمال توالت همدیگر رو جر میدن. اینها هر کسی قرار است که گلیم خودشو عذاب بکشه، هر کسی همونطوری که در رقابت‌های اقتصادیشون هر کاری میکرد، هر دوری میزد، مادام که قانون رو زیر پا نذاشته بود، هر عملی که انجام میداد غیر اخلاقی هم میبود، درست بود، فردا در صورتی که احساس بکند CCTV او رو مشاهده نمیکنه، شناسایی نمیکنه، در جمع 50-60 نفری قرار گرفته که نیرو گرفته از جمع، هر عمل جنایتکارانه از اینها سر میزنه و این کار رو میکنن و این خارجی ها رو تو خیابان زنده میسوزانند، چون اونها دشمنی ندارن که. اونها یاد گرفتن بریتانیایی هستن، آمریکایی هستن، فرانسوی هستن، آلمانی هستن، هلندی هستن، استعمارگران جهان بودن. به همین خاطر کی دشمن خارجیایی که اومدن کار بردن اینجا، ماشین دارن، زندگی دارن، خونه دارن؟ اینا اومدن مملکت ما رو خراب کردن، اینا اومدن سهم ما رو بردن، اینا اومدن باعث بیکاری ما شدن، اینا اومدن برای من مریضی آوردن، اینا اومدن جامعه ما نفرین شده. اینها باعث میشه شما تمهیداتی برای خودتون داشته باشید. ما کم نداریم اینجا انسانهای تنهای
خارجی و پناهنده‌ای که الان شغلشون رو از دست دادن، نرسیدن برن برای خودشون آذوقه تهیه بکنن. اگر مورد تهدید واقع بشن، اگر در محله‌ای قرار گرفته باشن که برن خونه‌هاشون رو بسوزونن، کسی نیست به داد اینها برسه. اگر امروز پلیس دالاس اعلام کرد که دیگه به تلفن‌های امرجنسی پاسخ نمیدین در آمریکا، اگر دیگه به تلفن‌های امرجنسی شما پاسخی ندادن، چه کار میکنید؟ پلیس لندن، پلیس گریت منچستر میتونه مثلا شبانه 1000 تا تلفن امرجنسی رو پاسخ بده، ولی اگر این آمار به 2000 تا رسید، چه کار میکنی؟ چطوری میخوای از جون خودت و خانوادت حفاظت بکنی؟ تنهایی. چطوری در صورت اینکه در این سیستم و نظام توزیع و مبادلات کالا اختلال ایجاد شد، کم شد، چطوری میخوای از مرگ نجات پیدا بکنی؟ حکایت فیلم پیانیست نشی. لذا این داستان هایی که پیش روی ماست ما را به این تدبیر متمایل میکنه که از همین حالا تمام کسانی که خارجی هستند، اهل این کردوار هستن، به خودشون میگن ترک، به خودشون میگن عرب، به خودشون میگن کرد، به خودشون میگن فارس، سومالیایی، سودانی، هندی، پاکستانی. اونا البته هندی و پاکستانی ها اینجا کمیونیتی های بزرگی هستن. همدیگر رو بشناسید، کمیونیتی های درست بکنید، ببینید ظرفیتاتون چیه، هر کدومتون چطور میتونید در موقع بحران رفتار بکنید. یکی میتونه رانندگی بکنه، یکی میتونه مردم رو انتقال بده از جایی به جایی که در بحران مورد تهدید مرگ اومدن خونه‌شو بسوزونن، اومدن تو ماشینش آتیشش بزنن. یکی میتونه آشپزی بکنه، یکی میتونه بچه‌ها رو نگهداری بکنه، یکی میتونه بره خرید بکنه برای پیرزن و پیرمردها، بیوه زنها، خانمای تنهایی که میترسن بیرون برن. با هم اطلاعاتتون رو رد و بدل کنید. ما به این تنگنا میرسیم، ما به این بحران میرسیم. قاطبه شما از خارجی ها متنفر بودید، ولی امروز وجود هر کله سیاه و هر رنگین پوستی در این اروپا مثل برادری است برای شما، که شما در اولویت هیچ چیزی نیستید، نه در اولویت درمانی، نه در اولویت پولی، نه در اولویت امنیت اجتماعی نیستید. پرایوریتی از آن شما نیست. اونها بایستی انتخاب بکنن کی بماند، کی زندگی کند، کی زندگی نکند. همونطوری که امروز برای ایتالیا 65 سال دیگه مجال زندگی نیست، به او بیهوشی تزریق میکنن تا بمیره. به اسپانیایی همین کار رو میکنن تا بمیره. فردا رده سنی رو میانن 50. تو خارجی چه کاره این؟ ببین کسایی که دست و پا بسته اینجا تسلیم شدن، ما پناهندگانی که اینجا سکوت کردیم، چون از سرزمین های فلاکت زده اومده بودیم فکر کردیم اینجا بهشته، چون تو سرزمین خود من از تأمین قوت عاجز بودیم، اینجا فکر کردیم پول بنفیت و یه سقف رو سر خیلی امکانات بزرگی بود، سکوت کردیم. گفتن اینجا دموکراسی آزادی بیانه، اما تو در پارلمان اینجا هیچ نقشی نداشتی در تصویب قوانینی که بر علیه تو میشد، در صورتی که اینها میگویند دموکراسی از آن اقلیت است. اما شما نه صدا داشتید، نه رنگ داشتید، نه وجود داشتید، هیچ نداشتید. امروز هم اگر شرایط بحرانی بشه، اگر اوضاع بدتر بشه، کی میاد شما رو پروتکت کنه؟ کی میاد از شما حفاظت کنه؟ 999 پلیس. میخواید ترای کنید، زنگ بزنید، ببینید میان، ببینید کار براتون میکنن. در صورت نبود مواد غذایی نباشه، تأمین نشه، اینا که مرزهاشون رو بستن دیگه. مثلا توجه کنید، اتحادیه اروپا خیلی احمقانه است. آلمان دوچاره، هلند دوچاره، فرانسه دوچاره،
حکومت نظامیه، بعد اومدن مرزهاشون هم بستن رو هم. شما همتون کرونا دارید، همتون هزاران نفری کرونا دارید، دیگه چرا مرزها نمیبندید؟ ببینید در صورت این داستان و کمبود کالا، پول و شماره حساب شما به درد شما نمیخوره، نمیتونه شکم شما رو سیر کنه. شما اگه توی مجموعه نباشید که انسانهایی با هم هماهنگ عمل نکنید، نمیتونید شکار کنید، نمیتونید غذاتون از دل مزرعه و جنگل و خیابان به دست بیارید، میمیرید حتما. به همین خاطر دوستان راپرین کردوار سر بخون در اقدام اولیه پیج فیسبوکی ساختن به نام هانانه. لطفاً دوستان در همین دیبیت لینک این پیج رو بذارن. این پیج سرآغازی است برای شما که بیایید آماری از خودتون بگیرید، از شهرهای مختلفی که در کشورهای مختلف هستید، با هم ارتباط بگیرید، نه صرفاً با هم ارتباط بگیرید، توانایی هاتون رو مطرح بکنید. به فکر اونایی باشید که دارای ضعف‌های مختلفن، اقامت ندارن، کار ندارن، پول ندارن، ماشین ندارن، نمیتونن رفت و آمد بکنن. به فکر اونایی باشید که بیزینس هاشون از دست دادن. به فکر اونایی باشید که کسی رو ندارن ازشون پروتکت کنه و حفاظت بکنه. به فکر همدیگه باشید تا به داد همدیگه برسید. در این کیوسی که داره اتفاق میفته و به پیش میره، اگر شما از همین حالا به فکر خودتون نباشید، چطور به فکر این هستی میریم آذوقه ذخیره میکنی؟ چطور این ضرورت رو تشخیص دادی این کار رو میکنی؟ چطور ماسک میزنی، دستکش تو دستت میکنی؟ چطور به فکر این نیستی که اوضاع از کنترل در رفت چه کار خواهی کرد؟ کی از تو محافظت میکنه؟ نیروی پلیس بریتانیا شهر لندن رو هم نمیتونه کنترل کنه. تمام پلیس بریتانیا نمیتونه کنترل کنه. چرا اینها میدونن مردمشون 80% بایستی گرفتار ویروس کرونا بشن؟ چرا به تعویق میندازن؟ پس چرا نمیذارن یهو کشور دوچار بشه، یهو بیان بیرون ازش؟ چرا این همه ضرر میخوان بدن؟ به خاطر این که نمیخوان، میدونن جامعه‌ای که ساختن، انسانهایی که در این جامعه بودن، کسایی که پیوندهای اجتماعی ندارن، در پی تجاوز درست شدن، حرامزاده هستن، به معنای واقعی کلمه، نه به مفهوم مذهبیش. کسی که هیچ کسی رو نداره، هیچ تعلقی نداره به هیچ انسانی، هیچ عاطفه‌ای نداره، یاد گرفته خودش باشه، برای خودش باشه. این آدم عین بمب ساعتی عمل میکنه. بعدا این آدم در مجموعه های چند نفره که قرار میگیرن اصلا قدرت میگیرن، هر عمل شنیعی که شما فکر نمی کنید انجام خواهند داد. لذا ما امیدواریم داستان به این سمت و سو کشیده نشه، اما نبایستی هم بشینیم و منتظر باشیم و دست از پا درازتر اگر اتفاقی افتاد خودمون رو به دست این تقدیر سیاه و سرنوشت سیاه بدیم. نه، ما میتونیم تقدیر رو عوض کنیم. نه، ما میتونیم با هم همکاری بکنیم. ما میتونیم با هم همدلی بکنیم سوای تمام اختلافاتی که دارید. من عرض کردم شما سومالیایی هستی، پاکستانی هستی، افغانی هستی، تاجیکی یا آذربایجانی هستی، هر کجایی که هستی، تا زمانی که از نظر اینها و مردمانشان تارگت هستی، هدف هستی، دشمنی، دم دستی ترین دشمنی که او میشناسد و میخواد حقارت‌های گذشتش رو روتون خالی بکنه، با هم متحد بشید تا در صورتی که مورد حمله واقع شدید بتونید از خودتون واکنش نشان بدید، تا در صورتی که به قحطی خوردید بتونید در مجموعه های انسانی که درست میکنید از هم حفاظت بکنید، هر کسی به اندازه توان خودش. و این کار
ناشی از عاقبت اندیشی، دوراندیشی و ناشی از مسئولیت پذیری است که در برابر همدیگر داریم. زنان و دختران و بچه ها و پیرمردان و پیرزنها رو پروتکت کنید، ازشون محافظت کنید، از همدیگه محافظت بکنید. لذا پیجی به نام هانانه هست، سرآغازی است. شما میتونید اقدام بکنید در راستای کارهای خودتون در شهرهای مختلف، لندن، بیرمنگام، ناتینگهام، لیدز، شهرهای کوچک بگردید، خارجی ها رو پیدا بکنید. شما هسته رو درست بکنید، مردم میاند. شرایط روز به روز آن چیزی میشود که ظاهرا ما میبینیم. پس میاند، این ضرورت احساس میشه. اونهایی که شاخکاشون تیزتره، اونهایی که قهرمانترن، اونهایی که آمادن در دل این بی‌نظمی و این آشوب برند، اونها پاپیش گذاشتن و سرآغازی است. با هم آشنا بشید، از حامیتون کارهایی که میتونید انجام بدید. در صورت بحران چه کار میتونی بکنی؟ میتونی در دفاع از جان مردم شرکت بکنی، میتونی آشپزی بکنی، تیک‌اوی داری، رستوران داری، میتونی در صورت قحطی، گرسنگی کمیونیتی ها بهشون غذا بدی، آشپزی، خونه داری، لوله کشی، تیرانداز خوبی هستی، مشت زن خوبی هستی، دزدی، قفل‌سازی، هر چه که هستی به درد میخوری در یک کمیونیتی. در روزگارانی که این حاکمیت به سراغ پرایوریتی های خودش بره و شماها در این سرزمینی که از آن شما نیست وسط یه مشت گرگ رها بشید. اینه که من امیدوارم کسانی که مراجعه میکنن به این پیج کارشون لایک کردن و دل و قلب فرستادن نباشه. این پیج برای شما درست شده که با هم آشنا بشید و با هم همکاری کنید. ما دوست نداریم هیچ کدوم از این دوستان از بین برن و همچنین خود ما اگر قرار است بمیریم همه با هم میمیریم. اگر قرار است بایستی در تقابل بکشندمون، نه دست و پا بسته قربانی بشیم. ما نمیذاریم این راحتی اینا ما رو بکشن، بسوزانن، نابود بکنن، چون در اولویتشون نیستیم. این اون جهانی است که اینها ساختن. البته من مبانی تئوریک دنیای اینها رو بررسی کردم و بررسی هم خواهم کرد. اصولا این زنگ خطرها از پی چیست؟ برای چیست؟ وزیر بهداشت بریتانیا میگه که مردم بریتانیا بایستی خجالت بکشن که قفسه فروشگاه رو خالی کردن. کادر درمانی NHS نمیتونه برای خودش غذا تهیه بکنه. تلویحاً داره میگه که اینها دارن برای شما فداکاری میکنن، ولی کسی نیست از وزیر بهداشت بپرسه تو بر اساس کدام دستگاه فلسفی و فلسفه اخلاق در این انتقاد رو میکنی؟ تو مهد لیبرالیسم، فلسفه یوتیلیتریانی، فایده گرایی، طرفی رو ساختی بی پدر و مادر، بی اخلاق، سود و منفعت کن، خودپسند، نارسیسیست که به دنبال منافع فقط. و وقتی هم مسئله مرگ و زندگی میاد طبیعتاً هیچ نونی نداره با کسی تقسیم بکنه، حتما نمیکنه. به همین خاطر این اتفاقاتی که داره رقم میخوره در آینده تهدیدهای بالقوه‌ای است که امکان داره به وقوع بپیونده و باعث فاجعه های عظیم اینجا بشه. ببینید وقتی قرار 80% مردم بریتانیا با این بیماری آلوده بشن، از 80 خورده میلیون نفر جمعیت بریتانیا چیزی حدود 2 میلیون نفر بایستی بمیره. اگر این وسط 2 میلیون کله سیاه هم بکشند و بسوزانند، 1 میلیون هم از خودشون میگن این تبعات روانی کرونا بود و جنگ و چیکار کنیم و حالا بیایم کشور رو بسازیم، اما تو مردی، زن و بچه تو سوزوندن، نابود شدی و ما نمیذاریم این اتفاق بیفته.
و نخواهیم گذاشت. شبتون خوش.